خب لاپاراسکوپی امروز برای خانم 39 ساله‌ایه که سال 99 عمل باز انجام دادن. حالا پیش یه متخصص عمل باز شدن. یه میوم خودشون میگن در حد 8 سانتی داشته. میومشو با عمل باز براش برداشتن. الان مریض به دلیل اینکه نازایی داشته مراجعه کرده که بررسی بشه و در بررسی ها خب حالا به دلیل اون عملی که انجام دادن گفتن که آشرمنده، یعنی چسبندگی توی رحمش داره. الان ما لاپاراسکوپیش کردیم، رو کردیم که خب حفره کوچیکه، یعنی حالا میومکتومی که انجام شده حفره رو آسیب زده اندومترو و کلا اصلا یک رحم خیلی کوچیک براش باقی گذاشته شده. الان این طرف که توی لاپاراسکوپی نگاه میکنیم ببینید این داخل لگن مریض نگاه کنیم اینو. خب اینجا که مال چسبندگیاشه نگاه، این اصلا کلا رحمش همینه. خب این توپتانه سمت راستشه. خب ببینید این لولشه که لوله که خب ببین چسبیده اصلا به رودش، یعنی تهش اصلا باز نیست. ببینید لوله چسبیده به این اصلا معلوم نیست تهش کجا هست. این مال این لولش. بعد حالا میاد این ور نگاه کنید این ور رو، اینم این ور، حالا یه دون توپتان این زیر داره، این توپتان، اینم فیمبریاش اینجاست، یعنی ته لولش. این اصلا معلوم نیست اینم بازه یا نه. ببینید این چجوریه، این لوله این سمتشه، یعنی اصلا اینم اصلا کلا رحم. خب اینجا هم که ببینید اینجا چسبندگی داشته روده که حالا اینجا محل باز کردن چسبندگی میشه. کلا این وضعیت مریض بعد از عمل باز میومکتومی که 3-4 سال شده. خب این هیستروسکوپی همون مریضمونه. نگاه کنین این سرویکس، من الان میرم تو این حفرش همینه، یعنی هیچ حفره‌ای براش نمونده، 1/3 رحم براش مونده. ببین من الان میشورم اینجا رو نگاه کنین این همینه، یعنی هیچ نگاه ببین این سرویکس میرم تو همینه، اصلا هیچی دیگه نداره. خب داریم فیلمون گره داری میگیری؟ بگیرش تا بگیرم. ببینید خب ببینید این حفره نگاه کنین، حفره چقدر کوچیک شده، همینه، هیچی دیگه نیست. یعنی این البته ببینید اگر آشرمنم بود اینجاها باید همه چسبندگی می بود و اصلا ما نمیدیدیم اندومتر رو. این به دلیل اون عمل قبلیش کلا حجم حفره کم شده، چون از بالا هم که دیدین اصلا نگاه کنید این همینه حفره، چون که لوله ها و اینا هم اصلا از اوریجینش دوخته شده بود. پیدا از حجم این رحم کاهش پیدا کرده. ببینید این سرویکس، این رحم همین حفره، هیچ چیز دیگه ای هم نداره. اینها ببینید این حفره، اینجا قشنگ تر پیداست، اینجا قشنگ تر پیداست. نگاه کنید این حفره دیگه، این اصلا گنجایی، اصلا لوله ها که بسته است، هیچی گنجایش این که حالا بخواد در واقع جنین نگه داره نداره. اینم کانال سرویکسشه، 1/3 رحمش مونده.